مگه میشه هاتداگ باز باشی و توی تهران هاتداگ مسعود رو بلد نباشی؟ ببین توی این چند سال اخیر هاتداگ مسعود بدجوری توی تهران سر صدا کرده. بریم با هم چند تاشو بهتون معرفی بکنم. ببین این هاتداگ ویژه شونه که یه سس گوش دارن، اصلا نگم براته، خیلی خوشمزه است. این هاتداگ پنیریشونه که خوراک پنیربازاست. این هاتداگ هالوپینوشونه که یه سس هالوپینو داره، خیلی تند، خوراک تندبازاست. بچه‌ها اینجا 3 مدل کراکوف داره. ما بیکن کراکوفشون رو سفارش دادیم. 2 رول بیکن داره که مزه بهش میده. آقا اینجا 2 مدل سیب دارن که این سیب با پنیر چدارشونه که خیلی خیلی خوشمزه است. اینم سیب با سوسیس انگشتیاشونه که یه سس باربیکیو هم دارن که مزه خیلی خوبی میده. بیاید اینجا حتما تستش بکنید. آقا آدرس هم میشه بولوار اندرزگو، سر تقاطع کاوه. ساعت کاری هم تو ماه مبارک رمضان از ساعت 6 غروب هستن تا 2 بامداد. ارسال هم که به مناطق 1 و 3 دارن.